السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخت. در استودیو با شما جهانگیر صابرف. با کسی که آموزگار را ارج نمیگذارد احترام ندارم، گفت پرزیدنت شوکت میرزیویف در یکی از جمامت‌ها. واقعا آموزگار لایق همگونه اعتبار، اعتراف و احترام می باشد. امروز یعنی 1 اکتبر روز آموزگاران می باشد و ما به همه مناسبت تمام آموزگاران و مربیان را مبارکبادی ها گفته در فعالیت من بعده آنها آمد و برار خواهانیم. و همین را نیز گفتن لازم است که یک چند نفر معلمان و خادمان ساحه تعلیم با فرمان رهبر دولت به گرفتن مکافات های دولتی میسر گشتند. لوحه داریم درباره آموزگاران. خواستیم در ابتدا بیتی از مولای روم اینجا قرائت نماییم که در حق استاد کسی از او خوبتر و بهتر نگفته. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. در حقیقت هیچ کس در این زمین خود از خود بزرگ نشد، خود از خود موفق نگشت. در ضمیر همه این بزرگشوی و موفق گردی ها مهنت استاد میخوابد. بزرگان هم استاد داشتند، به درجه بزرگی طفیل مهنت استاد رسیدند. اگر در جهان آموزگار نیست، روزگارمان تیره از بیخیردان میگردد. به این معنی جامی بزرگوار میگوید اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخیرد روزگار. اعتراف باید کرد که طفیل سیاست خردمندانه پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان صاحب اختیار آبرو و نفوذ آموزگار طرف بلند میگردد و به این منوال اعتبار به ساختار تعلیم می افزاید، زیرا تعلیم یکی از مهمترین عامل‌های بنیاد دولت آیندهش بزرگ می باشد. همه ما معلوم است که امروزها در ریسپوبلیک ازبکستان با تیار نمودن کادرها و رواج دادن کارهای آموزگاران یک قطار قرارهای فرمانها برآورده شده است. البته ما از این آموزگاران خیلی خرسندیم، چون که آموزگار این در جمعیت یک شخصی تربیت دهنده و شخص اساسی است. برای همین راهنمای زندگی انسان است. برای همین هر یک آموزگار از قرار و فرمانهای امروزه محترم پرزیدنتمون و حکومتمون البته درست استفاده برده و کار خود باید مسئولیتناک باشد و در تربیت نسل نورست یک فهم باسازی خود را گذارد. محترم پرزیدنتمون در یک چند سخنهایشان میگویند که هر یک آموزگار باید به طلب امروزه جواب دهد. البته این از خود آموزگاران طلب میکند و به خود آنها وابسته است. واقعا در سرزمین آفتابی ما امروزها مهنت آموزگاران قدر می‌یابد و برای فعالیت پرثمر بردن آنها در امکانیت‌ها باز است. میتوان گفت که امروزها در ناحیه مانی ساختار تعلیم طرف رشد و نمو می‌یابد. نتیجه فعالیت پرثمر آموزگاران ماست که خوانندگان یکچند مکتب‌های ناحیه در آزمون و المپیادهای فنی فعالانه اشتراک نموده جای‌های نمایان را اشغال می‌کنند. از این خاطر یک نفر آموزگار از ناحیه ما در روز آموزگاران به گرفتن مکافات دولتی میسر گشت که ما درباره آن در برنامه‌های آینده ایستاده می‌گذاریم. بار دیگر آموزگاران عالی قدر، استادان عزیز را به عید کسبی‌شان مبارکبادی نموده به عباره شاعر گفتنیم که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. بخش اخبار دوام دارد. هر یک قبول سیار باید نتیجه داشته باشد، در عکس حال باوری خلق از رهبران میماند. اما خوشبختانه بعضی از مراجعت ها بعد اندک فرصت باشد هم حل خود را یافته ایستاده است که این در راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی اهمیت مهم کسب میکند. موضوع را دوام میدهیم. واقعا یکی از مهمترین مسئله های سیاست کنونی راضی نمودن خلق می باشد. به عباره رهبر دولت گویم همان وقت در کارمان برکه می شود که از فعالیت ما خلق راضی باشد. در محله های ناحیه قبول های سیار منتظم گذرانیده می شوند و اگر گویم که مشکل های مردم پر را حل خود را می یابد اشتباه می کنیم، زیرا هستند آن معماهایی که تا حال حل خود را نیافتند و این البته از بی‌اعتباری یا بی‌مسئولیتی بعضی از متصدیان می باشد. اما جهت خرسند آورش در آن است که بعضی از مشکل های مردم آهسته آهسته حل می گردد. برای مثال مردمی سری بازارچه و محله چشمه در قبول های عمومی مراجعت کرده بودند که با سبب کهنه بودن سیمچوب ها خاموش شوی قوه برق در نتیجه وزیدن شمال و یا باریدن برف و باران به نظر می رسد.
و از بین چند مدت گذشته این مراجعت حل خود را یافت. به ناحیه به مقدار زیاده از 200 میلیون سوم سیمچوب های بتانی آورده شدند و از آن 50 عددش را به کوچه های محله سری بازارچه وصل کرده ایستادند. خادمان اداره قوه برق ناحیه در دهه سر بازارچه در همون دهه سر بازارچه در سال 1969 سال همجا خط الکتریک آورده شدگی. پس از من محله نو با خیلی استالباهایی که برای خط الکتریک بردن استالبا نبود. من با همون سال اینجا سیمچوب های کهنه گپتون رو گرفتین کی وصل کرده شدگی؟ این انم سیمچوب های حوزه انم کوچنده شدگی ما سال 90 سال وصل کردگی آدم خودش با رو حشر کردگی. حشر شدگی نه من کارهای حوزه 30 سال نشدگی کارها حوزه اجراش سوز. ما اهل محله نوع خرسنده. در قبول سیار اهل محله چشمه نیز برطرف نمودن معمای اساسی را گفته بودند و معلوم گشت که در بعضی کوچه های این محل نیز سیمچوب های کهنه و به حالت تباه آمده به تست خاموششوی قوه برق سبب می گردند. از بین چند مدت گذشت و این معما برطرف نشد و در نتیجه به ناراضگی اهالی سبب گردید. اما ناگفته نماند که یگان مراجعت از اعتبار دور نمی ماند و فقط حل بعضی از مسئله ها فرصت طلب می کنند. با دوتازی رهبر ناحیه و سرور اداره قوه برق معمای اهل این ده نیز نهایت حل خود را یافت. به این ده نیز 30 عدد سیمچوب های بتانی آورده شد. من یک چم با حکومت معما مراجعت کردم. من امروز مراجعت کردم. مراجعت کردم. هم مراجعت من نسبتا من استلب 30 دونه استلب آوردن. کدام مراجعت ها عموما نام به نام میگفتید؟ من آب نشوکو اساسا آب نشوکی من الکتر ویش سیمچوب ها مراجعت کردم. بعد گاز مسئله جو مراجعت کردگی آبیاری کردم با مراجعت کردگی برای یک کدام از همین مراجعت ها حل خود را یافت؟ اهم مراجعت ها من امروز سلبم آورد. خدا خواهد من آورده پرسه نمیموندگان آوردم گفته خلاص بگن آوردن. خدا خواهد اینا مونده کوچه درگرونه میدین. خدا خواهد آب نوشاکی چی شد؟ شوکی ما من 300 متر شلنگ دادن. خوانده تیار کوفته خوانده تیار کردم موندم. حالا بازم موندهش یک 900 متر دیگه میتیان گفته وکردن. خدا خواهد وعده دادن. حالا میتیان بیا هم شب گفته میتوانید همین معماها ایسا حل خود را یافته ایستاده است. یعنی حاکم وعده خود را اجرا کرده ایستاده است. در حقیقت حاکم من وعده دادن. من وعده شما یالق من امروز استلبه اومد. من اومد شد. این همه طلب من کرده همش یک بار نمیشه. اینا من میفهمم. فرصت طلب میکنه و خوشای همش خدا خواهد مبلغ به واسطه. من امروز خودم باور کردم که من اومد یک سیمچوب ها هم با مقدار نزدیک 35 میلیون سوم. سوم 35 میلیون فهمیدم من. 35 میلیون سوم نه. من ان کرانمو هم سال 1200 متر این متخمینا گفتیم 1200 متر تور گفتم ممکن وای 1500 متر برود. ما سومش گفتم حکم گفتن که مترش فرق ندارن. ما چند که برود میتیم. خدا خواهد گفتن. خدا خواهد می دیمک معما حل خود را یافته ایستاده است. ایسته. خلاصه هر یک مراجعت باید در اعتبار باشد، زیرا سیاست امروزه طلب آن را دارد خلق فراوان حیات بسر برد و مشکلی های مردم سری وقت حل خود را یابد. خوشبختانه این سیاست خردمندانه رهبری دولت تعارف دامن فراخ کرده ثمره خوب می‌دهد. یعنی فراوانی حیات مردم تعمیم می‌گردد. با برابر آبادگردی کوچه و منزل‌هایمان روزگارمان نیز آباد گردیده ایستاده است که این را ما و شما گواه شده و امروز با چشمان خود دیده ایستاده ایم. با جهالت با معرفت مبارزه بردن یکی از مهمترین و اساسی ترین مسئله های سیاست کنونی، مسئله های جامعه امروزه به شمار می رود و تحت این موضوع در مکتب رقم 7 تدبیر دایر گردید. حالا در همین خصوص تربیه انسان کامل در سرزمین مقدس ما به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. اصلاحات و تشبس‌های در این سمت به عمل تطبیق گردیده ایستاده در عرصه عمومی جهانی نیز مناسب اعتراف می‌گردد. آزادی بدین در ازبکستان سالهای آخر به درجه عالی رسید و این را همچون مدل نمونوی عالمیان اعتراف کرده ایستادند. اما جای بسیار تأسف است که با وجود فراهم آوردن چنین امکانیت‌های بی‌نظیر غایه‌های ساخته در حدود مملکتمان به نظر می‌رسند که به صفت قدریت‌های اصلی دینی نمودار گردیده در بین اهالی عقیده‌های ناسالم را جاری و ترغیب کرده ایستادند. باز هم تکمیل دادن ساحه دینی معرفتی
در جامعه امروز در اساس غایه بر ضد جهالت، معرفت، بشردوستی، نکوکاری و آسایشتگی بر این فضیلت‌های دین را ترغیب نمودن، علاوه بر این تامین نمودن استواری قانون و برقراری محیط اجتماعی و معنوی از مهمترین مسائل سیاست کنونی به شمار می رود. در مکتب رقم 7 تحت نام به جهالت با معرفت مبارزه میبریم تدبیر دایر گردید و در آن خوانندگان از روی رویه‌های گوناگون یعنی رسم کشی، اختراع‌کاری، ایجادکاری، مضمون و ماهیت موضوع بالایی را کشاده دادند. تدبیر مذکور با همکاری شعبه کارهای داخلی ناحیه تشکیل کرده شد و از نمایندگان ارگان نیز به سخن برآمده عاید عقیده‌های ناپاک اظهار اندیشه کردند. در مکتب رقم 7 که جهالت و معرفت تدبیر گذرانده شود، من در این انده با معنویت والا قبضه برآمدم. جهالت این بیسوادی به مدنیتی که انسان بسیار کتاب نمیخوانند، مدنیتش پس، از همین سبب جهالیت جمعیت انده و بسیار میشد عقیده های دینی. معنویت باشن، معرفت این از معارف از عارف گرفته شده است که و آدمان با سواد، با عقل، اگر دانا می باشند، اگر انسان در حیات فعالیت خودش بسیار کتاب خواند، بسیار تطبیقات علم به مهرش ماند و آدم با سواد میشد. اگر در دنیا بسیار کتاب خوانه بسیار شود، همون دنیا ترقی کرده میبرد، جهالت و رذالت کم میشد، آدمان به یکدیگرشان مهر و محبتشان بسیار میشه. برآمد خوانندگان به همگان پسند آمد و اشتراکداران به خلاصه آمدند که در مکتب مذکور خوانندگان اقتدارناک و صاحب استعداد بیشمار بودند. یکی از ختم کرده این مکتب رهبر شورای سرداران اتفاق جوانان ولایت جواهر سراج الدین نیز در تدبیر اشتراک کرد و به خوانندگان مکتب قید نمود که امروز برای جوانان در تمام امکانات ها باز است. او از این امکانات ها استفاده برده در اساس آزمون به اونیورسیته مملکت کره که فیلیالش در مرکز ولایت فعالیت آغاز نمود شامل شد. Farg'ona yoshlariga mening murojaatim tanlov o'tkazildi va bu tanlovda Farg'ona yoshlaridan 5 kishiga Koreya xalqaro universiteti xabarimiz bor. Farg'ona viloyatida ochilgan yangi Koreya xalqaro universitetiga ya'ni kirishga imtiyozli ravishda kirish, o'sha tanlov g'olibiga imtiyozli ravishda kirish imkoni berildi. Biz mana shunday, men o'zim So'x tumanidaman. Garchi mana shunday biz bu degani viloyat hokimimiz tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonidan har bitta qishloq bo'ladimi, har bitta chegara hudud bo'ladimi, hammasiga alohida bir kattakon e'tibor qaratilmoqda. Biz mana shunday biz yoshlarga yaratilib berayotgan shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. در آخر تدبیر به خوانندگان اقتدارناک و غالبان آزمون تحفه و افتخارنامه‌های ماموریت مکتب و شعبه کارهای داخلی ناحیه تقدیم کرده شد. میتوان گفت که تشکیل و گذرانیدن چنین تدبیرها در تربیت اولاد از هر جهت سالم اهمیت مهم کسب می‌کند. با مناسبت عید آموزگاران سحر امروز نیز با تشبث حاکمیت ناحیه اتفاق جوانان و قسم حربی 12494 مسابقه ماراتن تشکیل کرده شد. در مسابقه خود حاکم ناحیه نیز فعالانه اشتراک نمود و غالبیت را یکی از عسکران قسم‌های حربی ناحیه به دست آورد. بعد آن در یکی از کاشانه‌های مرکز ناحیه تدبیر متنتن مؤسسه تا مکتبی ناحیه تشکیل کرده شد. در آنجا رهبران ناحیه، تمام مدیرهای باغچه‌های بچگانه و حاکم ناحیه نیز اشتراک نمود که ما عاید این دو لوحه البته در برنامه آینده به شما معلومات می‌دهیم و در همین جا به بخش اخبار حسن انجام می‌بخشیم. بار دیگر عید کسبیتان مبارک باشد آموزگاران عزیز. خیر تا بازدید.